بچه ها اومدیم با یه قسمت دیگه. توی این قسمت میخوام یاد بدم ریک و مورتی رو بکشین. فقط قبل اینکه یادتون بدم لایک و سابسکرایب یادتون نره، حتما لایک کنین، زنگوله رو بزنین تا از ویدیوهای من با خبر باشین. ما برای کشیدن ریک اول از اینجا شروع میکنیم. بعد این بخشش رو پاک میکنیم، یکم دیگه میاریم بالا. بستگی داره چه ریک رو میخواین چقدری بکشین. بعد سعی کنیم دوتا چشم هم یکی بشه. حالا خورده نشد شما این اساسی بکشیم، ولی شما مثلا باید اینا قراره نمیدین قشنگ پاک. مرحله بعدی میریم چروکای زیر چششون بکشیم. الان میایم گوشاشو بکشیم. این گوشاشو یکم باید پایین میزیم رو به روی هم. خب بعد ما دو تا حالت میتونیم برای ریک چشم بکشیم. یکیش این حالتی که اینجوری میشه، یه دونه اونجا گردالی، ولی ما گردالیشو میکشیم. بعد اینجا شایم چشم ابروش میگم چشم و یکم چروک. این الان صورت ریکه. میایم براش موهاشو این شکلی میکشیم. خارپشته هر جور که میخوای میتونیم بکنیم. این شکلی البته درست میخواد. الان یه خورده این ورش بد شد ولی هیچ اشکالی نداره. بعد حالا میریم سراغ مورتی. خب برای مورتی ما دایره میکشیم. بعدش حتما لایک رو دنبال کن. من عادت اینجوری مثلا برای ریک همیشه چشمش رو شکل میکشم. دماغ ریک بد شد. دماغ مورتی ریک و مورتی ما. فقط مثلا میتونید که چشوش رو درشتر کنید و مثلا تغییرات بدید. در نهایت تبدیل میشه به این ریک و مورتی. حتما لایک و دنبال کنین. خداحافظ.